کردن معناش چیست؟ توبه کردن یعنی دور ایستادن، معن کردن خود را از معصیت. حق سبحانه و تعالی جل و علا در قرآن پاک خداوند عظیم الشان می‌فرماید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. الله رب العزت جل و علا در قرآن پاک می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای اون ذاتانی که به الله ایمان آوردید، یعنی با وجود خدا ایمان دارید. ایمان آوردن چیست؟ اگر کسی بگه که ایمان آوردن چیست؟ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان آوردن، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. وقتی بنده مسلمان ایمان میاره، ایمان خودش چیست؟ وقتی بنده مسلمان میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست خدای مگر الله و محمد رسول خداست. اشهد، شهادت میدیم، ان لا، این که نیست خدای، اشهد ان لا اله، شهادت میدیم من این که نیست خدای مگر الله، و اشهد، و شهادت میدیم این که چی؟ و ان محمدا عبده و رسوله، شهادت میدیم این که خود محمد پیامبر خداست و فرستاده خداست. وقتی انسان در این چیز اثبات میکنه و انسان موحد میشه، یعنی خدا پرست، یک تو پرست شد. خب در این حالت آدم چی میشه؟ مسلمان میشه، صاحب ایمان میشه. و این خاطر الله مهربان میگه ای اون ذاتی که به الله ایمان آورده، توبوا الی الله توبة نصوح. هر وقتی که شما اراده توبه میکنید، یعنی توبه کردن معناش چیست؟ بازگشت از گناه. توبه میکنید به سوی پروردگار، توبه کنید اون توبه را که نصوحا کرد. نصوحا چگونه توبه کرد؟ از معصیت توبه کرد. قصه نصوحا دراز است، بعد انشالله در یگان وایگه با صحبت میکنیم. نصوحا توبه کرد و به همون گناهش بازگشت نکرد. مثلا یک انسان شراب نوش است یا که انسان زناکار است، هر روز میراید زنا میکنه، هر روز بچه جوان است، جسور است، میراید انسان پولش میته، میراید انسان یگان خلاص یگان زنی کفر، یگان انسان زنی بای، یگان خریداریش میکنه، یگان چیزایش میکنه که گفته اون گپام آدم از بایگری همون زن استفاده میکنه، اما چکار میکنه؟ در عوض استفاده چکار میکنه؟ با امرو همون زنا میکنه. یک روز میشه که دوچار یگان درد میشه، بالفرض پوچش درد میگیره، یا که در یگان اول یا دوچار صدمه دوچار میشه، میزنه پوچش میشکنه، دستش میشکنه، یا که بنیش میکنه میشکنه. بعد از همون میره چیکار میکنه؟ وقتی در همون مقصد بیمارخانه میبرن، میدونه که مقصد معصیت بسیار کردم، گناه بسیار کردم، زنای بسیار کردم، گفته چیکار میکنه؟ میگه پروردگارم، من میدونم که تو خدای من هستی. پروردگار، در ذات تو من هیچ شکی ندارم، در قادر بودن تو من هیچ شکی ندارم. تو پروردگار من هستی، تو ارحم الراحمین هستی. پروردگار، تو بخوای همه معصیت مرا عافیت میکنی. خدا اگر تو بخوای مرا عذاب میکنی، خدا تو بخوای مرا خطاب میکنی. پروردگار اگر دریای رحمت تو جوش بزنه، تو پروردگار هر چند گناه هم کرده باشم، من میدارم که تو مرا وارد جنت میکنی. اما بالاخره پروردگارم، من امروز همون بنده هستم که 2 سال، 3 سال، 10 سال از جهالت، از نادانی، از بیچارگی خود رفتم چیکار کردم؟ همین 10 سال طولانی را من فقط زنا کردم، یا فقط در راه حرام بودم، لقمه حرام میخوردم و با مردم لقمه حرام میدادم. پروردگار، شاید همین دست شکسته ای من، همین پاچه شکسته ای من، شاید پروردگار رو تیگان آگاهیم کردی که بنده من زان که از حد بگذرد رسوا شود. تو گذرانده سعی، شاید پروردگار همین آگاهی از طرفی تو بود، من همین آگاهی تو را قبول دارم. پروردگارم، من توبه کردم، تو شاهد باش که من توبه کردم. خدای پاک چی میگه؟ تو توبه نامه رو بنویس که امضا کردنش با من. الله میگه بنده تو معصیت کردی، عرق خوردی، بنگ خوردی، قور خوردی، زهر خوردی، خاک خوردی،
زنا کردی، تهمت کردی، کلبسه خوردی، قوربسه خوردی، هر چیزی که خوردی خدا چی میگه؟ بازا هر آن چی هستی بازا. این مهربانی پروردگار بی. الله رب العزت میگه ای بنده هر چیزی که باشی بیو، گر کافر و گبر و بت پرستی بازو. خدا میگه ای بنده ای من که اگر کافر باشی، کفر گفتی، خدا بودن مرا انکار کردی، تو با قدرت من نعوذ بالله قدرت های مرا آشکارا انکار کردی، گر کافر و گبر و بت پرستی بازو. خدا میگه بیو. این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. الله میگه دربار رحمت من، خانه رحمت من جای ناامیدی نیست. هر چی کردی از رحمت من ناامید نشو. چون که ناامید یک شخصیت از بارگاه رحمت الهی شده است، این شیطان است. 100 بار اگر توبه شکستی باز. این مهربانی پروردگار بین. والله که در همین شب روز مادر کیدت میکنه، پدر کیدت میکنه، همسرت کیدتت میکنه، فرزندت که 1 سالگیش تا 18 سالگیش مرد ای عذاب و خطاب رفتی فرزند به وای رسوندی، بردی گفتی اون گفا که کلانش کردی، عذاب کشیدی، گریج شدی، پرستتی چیدی، دست شکست، پاچت شکست، ملیسه برد محکمت کس در خنوکی روز نگذراندی. همان فرزنده که 18 سال با یک مشقتیو همون فرزند کلان کردی، روز میشه که تلفن تا میگیری میگوی پسر جان در خانه یک خلطه آرد نداریم که با همراه مادرت و یارو برادرات ما در اینجا بخوریم، پسر ما بیمار است مخی، پاهای ما دیگه کار نمیکنن که ما دنبال رزق نصیبه شما برم، ما دیگه نمیتونم، از جاگای بیماری ما خسته نمیتونم. جان پدر 10,000 روبل برای ما ارسال که ما بریم یک خریداری کنیم. فرزنده که 18 سال باور که اگر در حقش عذاب کشیدی، فرزند دروغت میگه، در این طرف دستش یک زن فاحشه خوب است، جان خودش به حرام لذت داده خوب است، اما به طرف دست راست چی میگه؟ در جان مهربان میگه پول آیلی کنه گرفتم ما بگیرم بعد رایتون میدم. در کنارش یک زنی بیگانه خواب است، او تری 5,000 تر 10 تاش در اون صرف کرده است. مثل دینینا. بله. با مادر زنگ نمیزنه، مادر مرده است در خانه آخرت است، با پدر زنگ نمیزنه. یک زنی پیرسال روس گرفته است در تلفن خودش، گفت همون گپا از رخسارش بوسه کرده است، یک بوسه شهوانی بود، خودش سلفی کرده است، با خودش جوان مرد میخونه. خاک در سر تو جوان. فرزند کیدتت میکنه، دروغت میگه، اما خدا کیدت نمیکنه. والله که خداوند کیدتت نمیکنه. پروردگار در کمبغلیت قبولت میکنه، در بیماریت خدا قبولت میکنه، در بالای جای نماز خدا قبولت میکنه، کیسه بی پول خدا قبولت میکنه، بی ماشین خدا قبولت میکنه، بی خانه و بی در یک بیابان برو والله خدا قبولت میکنه. خدای مهربان، خداوند بسیار مهربان است. الله بسیار مهربان است. در کدام حالتی که باشی اگر مراجعت کنی خدا قبولت میکنه. و به خاطر الله مهربان میگه که 100 بار اگر توبه شکستی بازو. خدا میگه 50 بار توبه کردی، 51 بار رفتی با گناه کردی، 60 بار 100 بار توبه کردی با رفتی معصیت کردی، مهربانی پروردگار بی تو کدام اندازه میگه خدا که 100 بار اگر توبه شکستی با بیا با قبولت میکنه. پیش یک برادرت برای یک هم کورست برای پیش یک هم درست برای بگو که جانی برادر $1,000 میتیم ده روز پس میارم میتیم. $1,000 میگیری، یک ماه بیدرک میشه، 2 ماه پس برای بگو برادر $100 میتیم، میگه که برای گم شو ای هفته اندامت بیزارم، اول $1,000 قرض دادگی مرا بیار بعد با پولت میتیم. نه که یک بار گناه میکنی توبه میکنی خدا قبولت میکنه میبخشد، با میره گناه میکنی با میگم پروردگار ما دیروز در فند شیطان لغزیدم رفتم دنبال فلان معصیت و فلان گناه شدیم. اله پاک و صمد کریم ارحم الراحمین هستی، من با پشیمانی پیش خانه بار رحمت تو آمدم. اله پروردگار بنده تا مغفرت کن. خداوند مغفرت کنی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خداوند مهربان
مغفرت کننده جمیع گناه های ما و شما است. انه هو الغفور الرحیم. این صفت های پروردگار که خداوند غفور است، رحیم است، خداوند مهربان است. از این لحاظ گفت همون گپای بزرگا و دوستای خدا که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. از این لحاظ یگان راه بر راه خداوندی برابر نمی شود. این ما و شما جوانی ما، دو و تاز ما، زوری ما، زبردستی ما، جسورت ما، اینا پایان می شود. خداوند مهربان در قرآن پاک میگه استعیذ بالله کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر چیزی که در دور دنیاست الله میگه او فنا شونده است. کل من علیها فان. جوانی تو را پیری انتظار، پیری تو را مرگ انتظار، مردی تو را قبر انتظار، قبر تو را جهنم انتظار است. این از این راه هیچ یگان راه خلاصی نیست. کدام پولداری که نباشه روز و ساعت یا یکی او برادر پولدار در بین یک دو سال سفید پیچانده و در خانه آخرت و تن عریان برده سپرده میشه. کدام پولدار، کدام برادرای پولدار ما را برده پول ما شده در خانه آخرت با امراش گور کرده. کدام حاجی بابا را برده در قبر گفتن که حاجی بابا را اسمون. در دنیا سه چیزی بزرگترین انسان پیش از مرگش به سه چیز عوض می شود. برادران محترم، نام انسان به نام میت. فرض کردیم که یک آدم یا میگه خیزی خیزی کاری بابا اومد، بخیزین که اشان بابا اومد، حاجی بابا اومد، فلان بابا اومد، بخیزین. همون نام در حالت مرگ نابود می شود. وقتی که میبری میگه میت ششتین، نمیگه کاری بابا را ششتین. سه چیزی که در دنیا همین سه چیزی پاپولار نیست با سه چیز عوض می شود. او کاتیجایی که قدر بلندن کاتیج میگیم فریاد میکنیم در 50 میلیون کاتیج خریدیم او با قبر عوض میشه. خانه های ما با قبر عوض میشه. هیچ کار نمیگن که کاتیج فلانی تیورای پول مالت بایگری لکسوست همش با تابوت. تابوت وقتی که میمره میگن که تابوت تیارای که میت بار کنیم. لانکروزر نیست تمام برفت، لکسوس از بین برفت دیگه. فقط جنازه، میت، تابوت، قبر. هر یک انسان میتونه که هر یک روز بعد از روز با پایان میرسه میتونه که خودش امتحان بکنه. در خانه بره در پیش یک آینه راستا بشینه خودش نظر کنه بگه ای بنده خدا تو کی هستی؟ و خداوند تو را از برای چی خلق کرد؟ الله رب العزت را برای چی خلقت کرد؟ برای بندگی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله مهربان گفت که ما به درستی که خلق کردیم جن ها را با امر انس چی الا ليعبدون، مگر برای پرستش پروردگار، نه برای خفتن و خواب رفتن و غافلی و غفلت و دیگه، برای عبادت کردن پروردگار. به همین خاطر اگر در مسائل دین، در مسائل خدا و پیامبر، در مسائل حق، اگر همین جسدهای ما همش زبان شود، جسدهای ما همین جسد ما کلگی مبدل به زبان بگرده، همه همین جسد ما صحبت از حق کنه و از سخن راه خدا و پیامبر کنه، تا به هنوز یک امر کوچک خدا را ما صفت کرده نمیتونیم. ما ضعیف هستیم. از این لحاظ ان شاء الله که خداوند مهربان عاقبت ما رو با خیر و ایمان ما رو با سلامت بگرداند. الله رب العزت تمام بندگان مسلمانش، بالخصوص مردم تاجیک، ملت تاجیک، خواهران و مادرای تاجیک، تمام یار و برادرای تاجیک خداوند مهربان از جمیع بلا حفاظت کنه. پروردگار ما و شما را با قرآن ایمان زنده گردانید، با قرآن ایمان بمیراند و عاقبت ما و شما را با خیر، ایمان ما و شما را با سلامت بگرداند. آخر دعوانا الحمد لله برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. پرزا سوال که میگن این پیغمبر خدا چه کاری کرده در مقصد که خودش کرده نیست باید منظورش
سلام برادر عزیز، این همینجا 200 300 نفر شدگیم تماشا دارین قاری بابا را در اخش دعا کنیکم. بعدی افیر یک دستگیری کنیده خوری یک زمزمه که از اون مولوده شیرینش میکنه بعد خیرخش میکنیم. اگر لایک نمونده نمیکنیم تو مردم بدرویم. خیلی تماشا داره همونجا و بچه بدرو هم مهنت کردیم افیر کردیم. سوال تابطه بعد چی را گفته اکا؟ مصدی همین یک پیغمبر خدا سکاره که نکرده یا نمیکنه مقصد بعد اون باید رشمش قاری محمد از نوسیبیر جین خان چی کرده؟ سنتی یک شدگه میگن دیم مشایش چه خدا رستی نمیدونم چی مسئله سوال دادن همشه دید یک تو خورده تو فکرش که یا امری من چیش که یا زمزمه کی مردم تماشا دارن. پیغمبر خدا دیمش دیمش گفتی باید یا بچه رفتیم. بسم الله. بله برای خیلی خوب معجزه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. تو این کروپشوی ما نمیگذن قاری تشویش نشد. بگی یک شو بگی مردم اینجا الحمدلله تماشا دارن با بعدی یک هم مولوده شیرینت بگی کی یک نظمی خوب بگی از زبانی خوشخواب او مبتیل قلم خطون و ترک نمیگم جشنواگه بیتی یا جشنواگه بیتی لایک میشه یا نمیشه لایکی چید میمونن که مردم بسیار بدرن یا سکن توزام تیجان چند لایک شید لایک ابی ای تاگال خنکش برس کی حالو بچه الحمدلله قریب 300 نفر از اگر لایک بچخان 400 میشه. دوستان عزیز وقتی برمادم تو التماس همین لایکات و بگیری برای که با قرضدار نکنی. خدا نگهدار. گوش میکنیم. بسم الله. شکریم که بابا جان یک زمزمه که موندم لکه رحمت ملا جین خان همین خد شاید در شهر نوسیبیر حجامه و جین خان همین خیلی انشالله. بسم الله. در مسکو پگه کدمی از مترو لوبلینا بیام اینجا بخونه جیم پینت و برو را از یک دقیقه کدمی زمان زد بخشی جوابش کن. الو علیک سلام از نخدا اوکی اکا جان یک جوگا اومدیم با اونجا زنگ زدن جوی که اومدم در خرک شد سوز برادر عزیز همه خوب الحمدلله هر چی میکنیم با خاطر خدا با خاطر مینت میشه خواهران باشن بیا دعاشون میخونه انشالله. قبول قبول نرسید خوب قبول انشالله میریم برادر. قبول خب بچه ها رفتیم یک سخت دیگه کنیم. بسم الله رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. غافل منشین که ناگهانت ببرد
غافل منشین که ناگهانت ببرد تو توبه بکن که به گمانت ببرد گفته که به پیر رسم و توبه کنم می ترسم از آن که نوجوانت ببرن گفته که به پیر رسم و توبه کنم می ترسم از آن که نوجوانت ببرن در علاج درد خود در علاج درد خود اندر عذاب می خدا چون گنهبان که علاجی خود بیابم خدا میکنم روز سفر میکنم روز سفر با خود ندارم توشه کشتی بشکسته‌ام در روی آبم خدا من یقین دانم ندارم من یقین دانم ندارم سایبان بر سرم سختم و لب تشنه و جگر کبابم خدا سختم و لب تشنه و جگر کبابم خدا من یقین دانم ندارد این جهان با کس وفا لیک دایم از قفایش در شتابم خدا لیک دایم از قفایش در شتابم خدا در جوانی فکر و ذکری زندگی پیرم نمود در جوانی فکر و ذکری زندگی پیرم نمود عاقلان بیدار اما من بخوابم خدا عاقلان بیدار اما من بخوابم خدا من نوشتم نامه از درد به درمان خود در جوابی نامه خود به جوابم خدا ای کریمی صبر کن ای کریمی صبر کن از غور حلوا می شود سالها من انتظاری این شتابم خدا سالها من انتظاری این شتابم خدا حیف فرزند که به ناموس به آر شود حیف فرزند که به ناموس به آر شود دم پیری پدر و مادر خوار شود پدر از خدمت فرزند نباشد راضی
در دو عالم به غم و غصه گرفتار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی، در دو عالم به غم و غصه گرفتار شود. همچون ویسی قرنی خدمت مادر بینما زان که در هر دو جهان لطف خدایار شود. زان که در هر دو جهان لطف خدایار شود. قدر مادر هم پدر دان گل پسر، میکند باغی مراد تو ثمر. گر برنجان تو در پدر، میشوی همچون گدایی در بدر. گر برنجانی تو هم در پدر، میشوی همچون گدایی در بدر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار گذشتگان با شما و رحمت و مغفرت آخر جنت، پروردگار روح محمد صلی الله علیه و سلم را از ما و شما شاد بگرداند و خداوند را در روز قیامت ما را از خودش راضی بسازد. آخر دعوانا میگه که در غریبو یا دعا کنم. فرمای همیشه فرمای فیلم در غریبو یا دعا کنم برادرها بسیار دائمی کامنتار بفرستم. اله ما گروه عاجزانیم، اله ما گروه ناتوانیم. پروردگار به داد ما برس، پروردگار به داد رس، به فریاد ما برس. جز تو ما را کسی نیست، به فریاد رسی نیست. پروردگار اولا جمیع مسلمانان روی زمین را، خصوصا ملت تاجیک و غریبا و کسایی که در غریبی هستند، در وطن هستند، در کجایی که هستند، مردم تاجیک خدای پاک و صمد و کریم تمام ملت تاجیک از جمیع بلاهای زمینی و آسمانی حفاظت. هر مراد و مقصودی که زیر قلب دارن خدای برآورده خیر به فرزنداشون را فرزند صالح، قرضدارهاشون را نجات از قرض، زندانی‌هاشون را نجات از زندان. پروردگار هر کرام مراد و مقصود حاجات از برآورده خیر بگردان. و آخر دعوانا الحمد لله برحمتک. سلامت باشی، سلامت باشی. خداوند حفظتون کنه. من مردک خوب خوندنی وارد دوستان عزیز سلام. هر یک قدمی که هر کاری میکنیم به خاطر خدا میکنیم. جای صبور شهر اکلام میکنم، جای دیگر شهر برادران مهربان به خاطر خدا هستند. در همجا دیدین که آدمای بیکار و خواهشمند هستند. کسی میپره تو روی، کسی تو نمیپره حقم منتی بکشیم تو همجا حرام میورن در همجا. میگه کی تو چه جوی صبر علی کلام منی؟ آخه مردکی بیاد در پیش من وقتی دام افیرم بگو بابا جان اون فلان سال به من سوما نداد، از سوما نداد. میگه با هم خاطر ما که برادر سوما نداد. خب بخدا هم خیر امجا برادر هم میگه سوره ملک برو خونه بعد خواب کنم چی میگه. حال برادر ابو که دایا روز هم شد چور نکنی. او برادر ابو که حال با میخونه خوب خزین بریم دیگه. خداوند حفظتون کنه. یک ویدیو خوب میبره تماشا کنید تربیوی. خدا نگهدار. السلام علیکم. قدم روز اکومولاتور میترکه نکرد دو خونش کنیمش جتونی برام یا اونجا بشینیم عقوبت بخیر و سلامت پروردگار در پس نسبت شده و آخر دعوانا الله نگهبان بشه. شما برفته بچه